به این خدا همیشه برات نشونه میذاره، فقط باید حواستو جمع کنی، نشونه ها رو ببینی. آقا ما ایران که بودیم من همش میخواستم از شنبه برم باشگاه. بعد تو ایران سخت بود دیگه، باشگاه دور بود، بعد در سر کار میرفتی دوباره باشگاه، بعد خسته کوفته برمیگشتی، اینا نمیشد. این هر هفته میگفتم هفته دیگه. اومدیم اینجا تو کانادا، ریا نباشه باشگاه توی ساختمونه بوده، یعنی با دکمه آسانسور میرم تو باشگاه میام بیرون. خب الان از که تا حالا بود هی میخواستم برم باشگاه نمیشد. خلاص چند روز پیش تصمیم گرفتم که دیگه برم باشگاه. گفتم از دوشنبه دیگه میرم باشگاه. همچین اومدم از دوشنبه شروع کنم برم باشگاه. باشگاه رو شروع کردن تعمیر کردن، گفتن آقا تا 3 هفته باشگاه ساختمون تعطیله. آقا خدا دیگه به چه زبونی بگه عزیز، ورزش برای سلامتی ضرر داره، نرو باشگاه. متوجه اینجوری برات نشونه میذاره، تو باید متوجه بشی، باید باهوش باشی، حواست جمع کنی. موفق باشی.